عبدالغنی بابایف ساکن جماعت دهات خسته‌ورز ناحیه باباجان غفروف میباشد. وی بیش از 40 سال میشود که از بیماری پوست یا خود بیماری پسریاس اذیت میکشد. از روی نقلش این بیماری اساساً اولی بهار و تابستان خروج میکند. حالا دوامی 20 روز میشود که در مرکز کلینیکوی درماتوونرولوژی ولایتی سوخت طبابت میگیرد. روز اولی مراجعتش حالتش خیلی وزنین بود. دست و پایش را قطراست کرده نمیتوانست. خشکشوی پوست و بیماری پسریاس خیلی اذیت میداد. حالا باشد بعدی طبابتی دور و دراز وضع سلامتیش خوب شده است و آزادانه حرکت کرده میتواند. پوست ناسازی من اول عمرگی منده بی‌حد شرایطم واجبین بود. اشتغلت نمیشد، دستا قد نمیشد، در میکرد. جمعات هم جا کفتگی بود همش. حاضر من خدا شکر نه چینی گفتیم. دکتران مرکز کلینیکوی درماتوونرولوژی ولایتی سوخت میگویند بیماری‌های پوست به مانند پسریاس، زنبورخ و سفیدپوستی بیشتر در فصل‌های زمستان و بهار و تابستان بین کلانسالان زیاد می‌شود. حالا در شعبه کلانسالان و خردسالانی این مرکز بیش از 50 نفر بیماران گوناگونی پوست طبابت می‌گیرند. دکتران میگویند که این بیماری مزمنی تکرار شونده بوده در یک سال تا 2-3 مرتبه در بیمار خروج می‌کند. در نتیجه این بیماری خشکشوی پوست به عمل آمده دست و پای کشش می‌کند و حرکت کردن بیمار هم تا جای دشوار می شود. دکتران به این گروهی بیماران طبابتی سریع وقتی را توصیه می دهند، زیرا در حالتی به دکتر مراجعه نکرده به خود معالجه کنی راه دادن حالتی بیمار وزنین شده طبابت کردنش هم دشوار می شود. ما باید دیاگنوز انیق کنیم. ما باید دونیم که چی نمودی کسلی است و همو با نگاه کرده ایستاده ما باید توبه کنیم. وقتی که آدم اگر یک خود معالجه استفاده برد اگر همیشه یک حالت با یا یاردم میکنند که بسیار حالت اگر که مثال آدم یک خود گرفتاری همو دورو اگر یا چیزی که استفاده میبرد یک الرژیش باشد اگر و یک نمودی الرژی وزبی میشود که سلامتی آدم ضرر میرساند. این چیز هم خوب نیست. یعنی که از بودگی حالتش بدتر میکنه. دکتران تاکید کردند که اصلا بیماری پسریاس گذرانده نبوده در شخص ارثی یا اینکه از ترس پیدا شدنش ممکن است. هم صحبت دیگری ما که از بیماری پسریاس اذیت میکشد از ناحیه دیوشتی شریف میرزا شریف 61 ساله میباشد. این بیمار دوامی 50 سال این جانب بر ضد بیماری پسریاس مبارزه میبرد. از روی نقلش در دوره کودکی به این بیماری گرفتار شده بود. قبلا بیماری پسریاس دوامی 4-5 سال یک مرتبه در او پیدا میشد. حالا باشد این بیماری زود خروج میکند و او را اذیت می‌دهد. از همین حساب مجبور می‌شود که در یک سال 2-3 مرتبه طبابت گیرد. این پیش وقت فقط زمستون میشد خونگنده. ما با بهار هم شد این وقتش هم باید کردن نمیشد است. این سال ماه ینور هم شده بود کار رفته بودم اینجا. رفته اومدم با چخیل که خدا گماندم یا یکم وای کردم با پیدا شد اومدم من با خدا شکر است. دکتران به ساکنان توصیه می‌دهند که در فصل تابستان پوست خود را از آفتاب خوب احتیاط کنند. در حالت بلند شدن حرارت هوا یعنی بعد نصف روزی ساعت‌های 13 تا 15 به کوچه برآمده گشت و گذار نکنند. یعنی که هنگام به کوچه برآمدن ابتداً اینه که با یک بار تکرار میکنن استفاده بردن کرم هایی که از آفتاب نورهای آفتاب محافظت میکنن و دیگرش استفاده بردن یعنی که زانتیک ها هم میدونیم یعنی که حاضر اسپیتال زانتیک ها هستند که وقتی تابستان استفاده برده میشه. بغیر از سانتزیشن کرم ها با آدم استفاده برده میتونن خود کرته هایی که آستین دراز است، شляпа هایی که ویشون یعنی که شرکت پلیچی است که ویشون دراز است اونها هم یعنی که همچون وای سایه کرده یعنی که پوست آدم از وای از روی تحلیل دکتران در جهان بیش از 2,500 بیماری‌های پوست موجود است. دکتران یگانه راهی پیشگیری از بیماری‌های گوناگون پوست بین کلانسالان و خردسالان را در طبابت سریع وقتی می‌دانند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.